عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما 14 ساله بودن وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که نعم الرجل عبدالله لو كان يقوم من الليل، چه خیلی هم عبدالله مردی خوب است اگر شبها نماز خواند. گفتن شب نمازی تهجد بخیزد، یعنی چه خیلی هم عبدالله آدمی خوب میشد اگر شبها نمازی تهجد خواند. گفتن همین یک ترغیب خان نگفتن، یعنی چه خیلی هم مردی خوب میشد اگر تهجد خواند. 14 ساله بود وقتی که همین سخن شنید. عبدالله ابن عمر میگن که 100 ساله شد نمازی تهجد ترک نکرد. حتی زمانی که نابینا شد او قاید داشت، نافع شاگردش نقل میکند که در یک تغارچه آبی خنک میماند از در پیشش. نماز میخواند، وقتی که خوابش آمد بعد اینکه سلام داد 2 رکعت خواند با همه آبی خنک روحاش میشست است، خواب میپراند است از روش. از همون روزی 14 سالگیش، از همون روزی که همین حدیث شنید تا روزی وفاتش ترک نکرد از قیام اللیل. بعضی عالما میگن که اگر عبدالله ابن عمر همین کارش نمیکرد، غیر از اینکه وای پسر عمر بود، غیر از اینکه وای راوی اسلام است، بعد ابو هریره دویمین آدم است، دویمین شخصیتی که حدیث زیاد روایت کرده است عبدالله ابن عمر است. بسیار به سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم سخت میگرفت، بسیار پیروی کننده به سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم بود. اگر نماز شب نمیخواند این آدم دیگر آدم میشد. همین نماز شبش سبب شد که آدم دیگر آدم شد، برنامه حیاتش تغییر یافت. جوانایی که الان آواز ما میشنوید خوشا به حال آن پدرهایی که همراهی پدر فرزنداشون، همراهی عائلهشون نشسته این درسای گوش میکنن. همه کسا یک جایه. مو بعضی پدرها به فرزنداشون باب میگن بعدی درس سوال میتیم از همین درس به هر یک جواب فلان پول میتیم گفته. یکی از راههای تربیه فرزند صحابه ها وقتی که در مسجد درس میگفتن تابعین فرزنداشون کشاله کرده میبردن. اصلا پیشینه آدم ها فرزنداشون به نزد عالم ها میبردند تا اینکه همین فرزنداشون عالمی کلان سالتر بینند. مثلا ما یک استاد دیدیم 100 ساله هست، ما در سن 30 سالگی دریافت کردیم اون استاد، یا در سن 20 سالگی دریافت کردیم اون استاد حالا هم زنده هست. مثلا وقتی که فرزندتون میبرید با وی وا میخورونید، این برای همین فرزند یک فضیلت است که آدمی بزرگ دیده است، آدمی کلان سال دیده است. صحابه ها در مجلساشون تابعین فرزندهای خردسالشون میبردن تا اینکه از فضیلت علم بهره مند شوند. بنابراین خوشا به حال آن پدر و مادرایی که امروز همه کس نشسته این درسای گوش میکنن. علل خصوص زنهایی که مثلا کار نداره، شوهراتون در مهاجرت است یا شوهراتون کار میکند، شما به کوچه برآمدن نمیمونه. یه زن به من نوشته است که شوهری من به کوچه برآمدن نمیموند. گفتم خوشا به حال شوهرت، خوشا به حال تو، خوب است شوهرت یا به کوچه برآمدن نمیمونده است، کار کردن نمیمونده است در مهاجرت. ای خیلی زنها شما به شوهراتون با نماز تهجد یاری کنید، با نماز نافله 2 رکعت روزی روشن ساعت 11 روز است، خیلی 2 رکعت نماز خوانید و پروردگار را به شوهری من، به مهنتش، به پول و مالش، به زندگیش، به علمش، به عملش، به فرزنداش برکت ده. دعا کنید. یک آدم گفت که یا رسول الله دعا کنید که من از اهل جنت شوم. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که اعنی علی ذلک بکثرة السجود، تو من به یاری ده برای این خواهشت. من خواهشت میپرسم از الله تعالی دعا کنید تا اینکه من به جنت درآیم. تو گفتم برای من یاری ده با بسیاری سجده زیاد کن، توی هم یاری ده به من. گفتم بنابراین زنهایی که کار نمیکنید به شوهرهاتون با نماز تهجد یاری دهید. بچه‌هایی که مکتب میخونید، بچه‌های جوان حالی کار نمیکنید، یک پدری شما رو تامین میکند، لباس میخرد، طعام میخرد، پول اجاره خانه تون میتید، 1 نفر برای 7 نفر مهنت دارد، شما به او یاری دهید. اقلا با اون تلفنی که خریده داد گناه نکنید، اقلا در حقش دعا کنید، اقلا اطاعت کنید. او 1 نفر برای شما زحمت میکشد، شما با سجده، با نماز تهجد، شما که او که کار دارد بیچاره، با میخزد تهجد میخوند،
با این زنها خواب است، این عیب نیست. مگر زنها خیزید کودکای بیدار کنید، قسم به نام الله تعالی شما 1 ماه نماز شب خوانید، نتیجهش رو در حیاتتان در زندگیتان میبینید. حیات خودتان خوش میشد، برای فایده خودتان است. شما این حس میکنید، میبینید. آدمی که تهجد خسته نمیتواند همیشه در حسرت است اگر پیشتر خوانده باشد و لذت تهجد را دریافت کرده باشد.